سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به پیج پرشین موبایل لجندز. این بار با داستان هیروی سویو در خدمتتون هستیم. لطفاً تا پایان ما رو همراهی کنید. سویو به عنوان آخرین نسل جنگیران نووا قدرت خدای نامیرا را در بدن خود حمل می کرد و از آن برای هدایت مردم به سمت روشنگری استفاده می کرد. او مانند یک شمشیرزن سرگردان، جذاب و مهار نشدنی در سفینه فانی ها قدم می زد. اما هرگز فراموش نکرد که نووا از ایمان مردم می آید و به این ترتیب او به پاک کردن شر از دل انسانها و حفظ امید آنها برای آینده پرداخت. طبل‌ها و گنگ‌های رعد و برق، چراغ‌های فروزان. سویو با آرامش روی لبه یک ساختمان بلند دراز کشید و دستانش را پشت سر گذاشت. لب‌هایش از شلوغی شبانه ژوئان به لبخند نقش گرفت. شهری آباد در چشمانش منعکس می شود. از زیر بام صدای خنده کودکانی که ماسک‌های سنتی نووا را به صورت داشتند و در حال بازی بودند شنیده می شد که می گفتند نوای جاودانه به زمین برکت بده، نوای جاودانه فرخنده ترین نگهبان ما. بچه ها بی خیال از همه جا نمی دانستند که صاحب نوا دقیقاً بالای سرشان دارد می شنود. سویو آخرین جانشین جنگیران نوا با ماسک و تیغه مقدس نوا به پایین نگاه می کرد. سویو با لبخند مانند فنر روی پاهایش پرید و از کشش طولانی بدنش لذت برد. تازه از رویای گذشته بیدار شده بود. بیش از 1 دهه پیش بود که آسمان بالای سرش تاریک شد. باد زوزه کشید و صدای ناله از همه طرف شنیده می شد. وسوسه های طولانی مدت و افکار شیطانی مردگان در این مکان جمع شده بود و پدیده‌ای به نام پژواک بدخواهی را ایجاد کرده بود و کل روستا را تهدید می کرد. سویو جوان تنها می توانست از ترس در میان آوارها و خرابه ها خم شود و ناچارن منتظر مرگ باشد تا او را بگیرد. ناگهان یک پیکر عظیم با یک سگانه در دست از میان ابرها ظاهر شد. قامت خشن او مانند کوهی خشمگین بین روستا و پژواک کینه‌توزی ایستاد. در لحظه بعد شخصی زیرک که تیغه‌ای مقدس در دست داشت از کنار سویو به سوی بلای آسمانی حمله کرد. او جنگیر نووا بود. با یک برش آسمان را شکافت. با دیگری مثل غباری تازه فرو ریخته بلا را از بین برد و دیگر نیازی به سومی نبود. از آن روز قدرت هولناک نوای جاودان در اعماق قلب پسرک نقش بست. سویو با الهام از معجزه‌ای که شاهدش بود تصمیم گرفت به سرزمین‌های مختلف سفر کند و مانند ناجی خود به هر نحوی که می‌توانست به مردم کمک کند. در نهایت سویو به این نتیجه رسید که جنگیر یک کلاهبردار است. بنابراین او تصمیم گرفت تا تمام شهر را از این موضوع آگاه کند و تنها بعد از ناامیدی مردم از نوا و جنگیر پیر بود که او متوجه شد جهان پر از قهرمانان شجاع نیست، بلکه از مردم عادی با نگرانی‌ها و ترس‌های بیشمارشان پر شده است. و اشباع بیش از حد احساسات منفی همان چیزی است که پژواک بدخواهی را ایجاد می‌کند. برای اهالی شهر ایمان و امید آنها رگه‌های نقره‌ای بودند که آنها را در این وضعیت وخیم حفظ می‌کرد. قدرت نوا از آسمان نیست، بلکه از قدرت ایمان انسان می‌آید. جنگیر پیر همیشه با ترس و بلا تکلیفی که در دل مردم بود مبارزه می‌کرد، اما قلب انسان به راحتی گمراه می‌شود و بدون هدایت گم می‌شود. کسانی که آنها را راهنمایی کردند جنگیران نوا بودند که از ایمان برای تجلی نوای جاودانه استفاده کردند. سویو برای جبران اشتباه خود به جنگیر پیر کمک کرد تا برای مراسم نوا آماده شود. جنگیر بیشتر عمر خود را صرف نبرد با پژواک‌ها کرده بود و صدمات بیشماری که در این نبردها متحمل شده بود باعث شد تا دیگر نتواند این مراسم را انجام دهد. پس او ماسک و تیغه مقدس نوا را به سویو جوان سپرد تا به جای او ادامه دهد. سویو ماسک را گذاشت و تیغه را محکم گرفت. برای اولین بار سویو به عنوان جنگیر نوا روی صحنه ایستاد. او رقص آیینی را اجرا کرد و آوازهای باستانی را برای فراخوانی نوای جاودانه خواند. ناگهان آسمان تاریک شد.
گویی سویو به گذشته بازگشته است. توده های مردم بیخبر از عذابی که در انتظارشان است با هیبت و انتظار به سویو نگاه کردند و فقط در آن زمان بود که سویو توانست بفهمد نوا چیست. نوا ایمان است. دل مردم مانند شعله شمع است که باد به هر سمتی که می‌وزد می‌چرخد و در این لحظه به عنوان یک جنگیر از نوا سویو آن باد بود. وقتی مردم تصمیم شما را ببینند باور خواهند کرد. وقتی مردم لبخند شما را ببینند شادی می کنند و وقتی ترس شما را ببینند خفه می شوند و چون مردم تردید تو را ببینند شک خواهند کرد. ایمان آنها از شما سرچشمه می گیرد و ایمانی که شما از آنها می گیرید. این قدرت نواست. با فروپاشی تاریکی، ایمان مردم شهر زیر صحنه مانند شعله‌های آتش فروزان شد و اجرای سویو را روشن کرد. نوای جاودانه یک بار گفت از شر نترسید. مردم شعار می‌دادند نوای جاودانه ما را از شر محافظت خواهد کرد و بارها و بارها در قلب آنها تکرار شد. بنابراین نوای جاودان قدرت دفع شر را به دست آورد. نوای جاودانه گفت از فاجعه نترسید و مردم شعار می‌دادند نوای جاودانه ما را از فاجعه نجات خواهد داد و بارها و بارها در قلب آنها تکرار شد. بنابراین نوای جاودان قدرت جلوگیری از فاجعه را به دست آورد. کم کم چیزی از بین مردم ظاهر شد. اطراف ماسک نوا تیغه مقدس و جسم نوای جاودانه جمع شد. امیدهای مردم، نیروی قلب انسان و جرقه های ایمانشان گرد هم آمد و به صورت 3 سر و 6 بازوی جاودانه تجلی یافت. نوا ایمان است و نوای جاودانه معجزه‌ای است که از آن زاده شده است. جرقه های ایمانشان جمع شد تا بدن را شکل دهد. افکار مردم به عنوان تیغه‌ای برای بریدن ناامیدی ساخته شد. سویو تیغه مقدس را به دست گرفت و مردم را هدایت کرد. او نوای جاودان را فراخواند و پژواک بدخواهی را کاهش داد. او آسمان را شکافت درست مانند اجدادش. او ایمان مردم را دید و دعای آنها را شنید. در همین لحظه او معنای واقعی جنگیر نوا بودن را درک کرده بود. سویو قدرت خدای فناناپذیر را در بدن خود حمل کرد تا مردم را به سوی روشنگری هدایت کند. این وظیفه او بود. پس از انتقال یادگاری‌های مقدس و آگاهی از این مراسم به سویو، جنگیر پیر بدون هیچ ردی از آنجا رفت. جهان همیشه اینطور تصور می‌کند که کسانی که مسئولیت‌های بزرگ را بر عهده می‌گیرند، باید بارهای سنگینی را به دوش بکشند و سختی‌ها را متحمل شوند. اما سویو مهار نشدنی بود. از جایی به جایی دیگر سرگردان بود و از مناظر و صداها قدردانی می‌کرد. گاهی برای تایید دوباره ایمان مردم مراسم نوا را انجام میداد و گاهی تیغه مقدس خود را برای از بین بردن مظاهر شیطانی میکشید. او دیده است که قدرت ایمان و قلب انسان قادر به چه چیزی است و آن را به هر نحوی برمیگرداند. عشق او به این دنیا و ایمانش به دیگران به او اجازه میدهد تا از این پرتو امید محافظت کند. درست مانند نام او، سویو، به زبان کادیان، جنگیر شر و سرگردان در این دنیا. خیلی ممنون از همراهیتون. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. به امید دیدار.